یعنی امورهای اجتماعی، روانی و دیگر و دیگر. لیکن تا کدام اندازه ما و شما میتوانیم که شدت همین عمل نامطلوب رو در جامعه پست کنیم و معرفت حقوقی مردم رو بیشتر کنیم و هم دونیم که فرض کنیم یک کس رو فریب دادن یا نصیبه روزی یک کس رو گرفته خوردن، این گناه است، این حرام است. همین خیلی نیست. چرا با کدام راه ما میتوانیم همیشه رو به ذهن مردم جای کنیم که مردم فریفته نشوند؟ عموما همون مردمی که خلاب هستند اندیشه نمیکنند که از کدام واسطه کسب و درآمد دارند. اگر سرچشمه اسلامی رو ببینیم میگن که یک حدیث پیامبر هست که کسی اگر در باب کسب کردن مال اگر پروایی نداشته باشد که به کسی ضرر میآورد، به کدام راه میآید پروایی نداشته باشد، ما هم که مسلمان هستیم خواستگار امیدوار بهشت هستیم که فردا قیامت بهشت باشد. یعنی این مردم اگر اکتساب کسب مال خود را از کدام راهی که پروا نداشته باشند که به کدام راه میآورند، والا آبال علی الله من ای باب یدخل النار، یعنی بر خدا یک گام کفالتی نیست که همین بنده از کدام در دوزخ داخل دوزخ میشد. یعنی ببینیم اینقدر این نقش با یک تماشا کردیم ما دیدیم که اون خواهیم نخواهیم پشت پنجره چند سال محبس خواهد شد. یعنی از دیدار فرزند و خویش و تبار و از خرسندی و دیگر رو در دنیا میموند، یعنی از اینا محروم میموند و در قیامت هم یعنی انتظاری همین گونه چی مشکلی های است که عادی ترین مشکلی اونجا از این هم چی وزنینتر و گرانتر است. یعنی در ما همون چیزی که اینها گفتن احساس مسئولیت نیست. یعنی ما تنها به خاطر خودمون، به خاطر نفس، به خاطر یک روز خب در اساس قانون‌های عمل‌کننده جمهوری تاجیکستان به خصوص کدکس جنایتی با تهدید تطبیق جزا برای صادر نمودن عمل خلافی جوابداری پیش بینی شده است. و برای اون نفرانی که مثلا امروز در برابرشون خلابان ایستادند تو میخواهند آنها رو بدون خود بپیچند، همین رو گفتنیم که فراموش نسازید که زود باوری مثلا به اهمیتی نسبت به مال و اموال خود، خب خنک نظری مثلا نسبت به سندهای حقوقی عمل کننده که یعنی در حال دادن مبلغ خود باید به نوتاریوس و دیگر مراجعه کنند، این چیزها رو فراموش نسازند. چون که پگاه مثلا انا همین گونه داد و بوی مثلا گرفتن پول مرایوتته دیگر خلاصه دعواها پیش میاد که فکر میکنم بعد دیر میشود. بله. انا همین نکته رو همه وقت مثلا به خاطر بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم من بسیار میخواستم یک چیز دیگر هم است. یک چیز دیگر هم است که وقتی که دو همسایه با دیگر در همین باب خلابی از یک دیگر رای کردند و با ما مراجعه کردند که نمیشود که مثال برای یعنی روی اون کس که مثال چونم بخیالم برای برابر همین برادر باشیناس بودن گفتن که میتوان که برای دعوت اسلامی یعنی فهماندن فرماندهی کارهای اسلامی اون کس به خود بیاید. وقتی که اونها رو در یک خانه جمع کردیم با اونها صحبت کردیم گفتیم که خب شما میگن که من آشکار گپ میزنم که من میدونستم که این خلابه چون همسایه و شناس و رفیق دیرینه چند ساله بودیم 10 سال هم زیاد خب بله توکل به خدا کردیم و دادیم اکنون چند سال شد که پیام. لیکن وقتی اگر میبینیم توکل به خدا وقتی همه اینا از توکل به خدا و همین خیر میبیاره گفته باور زود باور میکنیم نه. لیکن اسلام اینو نفرموده است. پیامبر گرامی اسلام گفتن که قیدو ثم توکل، یعنی اول اندیشه کن بسنج دور انداز به این آدم بعد توکل به خدا. در روشت میگن علاجی واقعیت پیش از وقوع، پیش از اونی که به همین گونه حالت ها گرفتار شدن، پیش از اونی که اون نفرانی که مبلغ خیلی زیاد میدن به دیگر نفر، اون نفرانی که مثلا یگان چیزی خریداری میکنن و منزل یا بهتر میشد که و مثل چه طوری که در دیگر مملکت ها مثل رایج هستیم باید که من فکر میکنم پیش از اون به خدمت وکیلان مدافع ادوکات ها مراجعه کنن، چون که تا اون علایق اینا به اونا میفهمن. وقتی که اونا مثلا مبلغ خیلی کمی رو مثلا صرف نمیکنن، مثلا برای خدمت ادوکات استفاده نمیبرند و ادوکات رو برای همین کار استفاده میبرند، بعد عاقبتش همین گونه حالاتایی میشود که دیگر کسی به داد اونها نمیتونه برسه. یعنی مصلحت باید بیان پیش از ما مصلحت حقوقی معرفت حقوقی اونها رو بلند بروشن پیش از اونی که همین گونه حرکت رو میکنن باید از خدمت وکیل مدافع استفاده کنند. همه ناجوری های زندگی ما از همین ندونستن
دانستن حقوق است. یگانه و راه پیشگیری قلابی این دانش است و البته دانش لازمی. وقتی که دانش های لازمی دو چیز رو در شعور انسان پیدا میکنند. یکی اول ترس خدا و ترس قانون دولت و این ترس آهسته آهسته مبدل می شود به احترام خدا و قانون دولت و اگر با شورناکی انسان و کلانتر و وسیعتر شود و در کنیش چکرتر شود این به محبت خدا و محبت قانون دولت آمده می رسند. البته قلاب از خودی نمودار است. برای این پدر و مادر و معلمان میتوانند که به نظر داشته بعضی چیزهای ناچیزی روانی توانند که کودکی که میتواند در آینده نامزد به قلاب شد او را دریابند و سری وقت او را از چنین راه گیرند و چنین مثلا کودکان را که حالا از در جمعیت ما برده به جایهایی که مخصوص مکتب‌های مخصوص هستند میسپارند و در آنجا مثلا استفاده کارهای روانی هست یا نه اونقدر من درک ندارم، یکی ممکن است این کار را حتی در خودی خانه با تکلیف کردن مثلا روانشناس و در خود مکتب با تکلیف کردن روانشناس، چون که اگر تا سیستم روانشناسی در جمعیت ما بقوت نشود ما این چیزا اینکه پیشگیری کردنمون خیلی مشکل است. تشکر. چند مدتی که شما در این کار کردید وابسته به همین مسئله از زن‌های بودن که مراجعت کردید یا خودتان دچار همین شاهد همین واقعه شده بودید و چی گونه کمک کردید یا خلاصه برآوردید؟ اولا خود من نیز در چنین دوم افتیده بودم لیکن خوشبختانه خلاص شدید. خوشبختانه اگر چنده که با کمکی ساختارهای حفظی حقوق از این ورطه بر اومدم، لیکن با همین از همین لحاظ میگم که سر همین مقصد هستم که اون نفری که واقعا با روح قلابی یک نفری رو اینقدر تعذیب میدید، اینقدر عذاب میدید، این عذاب روحی میدید که باید که جواب خودش گیرد تو بفهمد که یک عذابی که یک انسان دیگر میتین همون در سوزن قطعی در بدن خود خلاند خودش احساس کند که تو این چگونه عذاب است و هنوزم شاهد هستم و گرچه که همچون زن باز میگویم که از این صحنه خیلی متاسف شدن، لیکن شاهد بسیار مسئله هایی هستند که متاسفانه از طرف زن ها که اون به مبلغی نه کم و هم مبلغ اون نفرهایی که در بازار میشنن و با مبلغ خیلی زیاد با یک اویله رو یک چند اویله رو در همین ورطه ناامیدی افتوندن که در اون اویله نه فقط اون نفری که خودش از اون نفر عذاب میکشد بلکه اهل اویله اهل خیش و تبور از این اذیت میکشند و فقط یک وعده که میبیورن ولی که این میبیورن نامعلوم است و باید که هر نفری که وقتی که قرض میگیرد وقتی که یک کس رو به دومی فریب خود میکشد باید که حتما امروز که من 5 از نفری میگیرم باید که اندیشه اون داشته باشم که این مبلغ رو از کجا سرچشمه میگیرد که من در روزی مبوده باز پس گردونده به این نفر دیم و متاسفانه به کمیته نیز زنهای زیادی هم مراجعت کردن که واقعا و دوم چنین قلبان افتیدن که چی در گرفتن منزل چی در گرفتن مبلغ‌های کلان که گرفتند و غیب زدند و این نفرها در جستجوی اونها هستند و چطوری که برادرم گفتن در حقیقت قسمت زیادی اون نفرهایی که جبریدن و ساختارهای حقوق مراجعت نمیکنند تا که تونم با کدام راهی که نباشد لااقل نیمی مبلغ خودتون میشود که پیش از همه ما باید که قانون هر یک قانونی که اداره میکند انسان پیش از همه وجدان خود انسان است که آدم باید در نزد وجدان خود باید که جوابگو باشد و ترس اگر در انسان یک محک ترس نباشد گمان میکنم که وی در یک دایره معین پیش رفتن نمیتونه و محک ترس پیش از همه ما که مردم مسلمان هستیم پیش از همه محک ترس ما از خدا باشد. با استفاده از همین فرصت و تمام بانوان کشور مراجعت میکنم که پیش از همه کوشش کنند که دانش و ملکه خودشون افزون گردانند و اگر که در سر نفری از آنها هوای اون باشد که با روح قلابی یک نفر دیگر رو مستر و مظلوم سازد این فکرشون از خودشون دور کنن زیرا که عملهای خداوند چنین است که امروز نه یا فردا یا پس فردا این عملی که به کسی دیگری روا میبینی
حتما بازپس میگردد به خود همون اویله و در هر صورتی که نباشد پیش از همه ما در اویله خود در تینت خود باید که راست رو راست بین راست برو باید که تربیت کنیم. تشکر معلم. نباید که مثلا مردم تاجیک ترسو باشد، باید پیش از همه محبت داشته باشد، احترام داشته باشد به قانون، به یکدیگر. این چیز از من فکر میکنم بله بله وجود به هست. بله مرکزی ترس هست، مثلا ترس هست اداره شونده هست، پیشگویی میکند ما را ترس. پرسیدن جناب رسول اکرم که مسلمان کیست؟ گفتن که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، یعنی مسلمان همون کسی است که هیچ یک نفر دیگه از دست و زبانی او آزار نیابد. وقتی که ما این موضوع ها رو پیگیری میکنیم، تحلیل میکنیم، ما متخصصون با یک خلاصه عمیق میبینیم که در بسیار حالت ها خودی ما گناهکار، خودی شهروندان از ندانستن قانون، سندها و اون قانون هایی که امروز حکومت و دولت قبول کرده است ما نمیخونیم، ما کم میخونیم و در بسیار حالات ما پیشگو میخونیم. و یک بزرگ هم گفته است که چیزی عالی‌تر و بهتر از عقل نیست و همه چیزی که ما رو اداره میکند همون عقل است. برای اون که مردم ما تیزتر از زینه احساسی به زینه عقلی گذارن، اگر ما بر روند طبیعی گیریم 50 سال لازم است، لیکن ما این کار رو میتوانیم بتیزانیم با استفاده بری مثلا با شغلانه استفاده بری خدمتی آن ساحه های گوناگونی که در جمعیت وجود دارند و آنها فعالانه در بین مردم کار برند و این باعث آن میشد که مردم ها بیشتر به عقل تکیه میکنند، بیشتر به اون چیزهای تکیه میکنند که زندگیشون رو آسان میکند و نگاه با واسطه عقل قلبان رو روشن میکند، عیان میکند. بسیار سپاس میکنم برای صحبت امروزه و در انتها به همه اونهایی که قلابی میکنند یا نفرانی که به این راه رفتنی هستند یک مصلحت خوب دادنیم که وقتی دست به قلابی میزنند یا به این راه رفتنی هستند یک مقال خیلی خوبی خلقی را به خاطر آورند که خیلی خوب صدا می‌دهد: یک بار جست ملخک، دو بار جست ملخک، آخر به دست ملخک. بزرگی فرموده است در این دنیا یکی هست که از همه به شما نزدیکتر است و از همه کس بیشتر شما را میشناسد و با وجود همه عیب ها شما را دوست می‌دارد. اگر با او دوست شدید دیگران با شما دوست خواهند شد.